انشاءالله خدا خواهد به چکات نماز خوان کنید، امت محمد زیاد شود. الحمدلله پگه روز قیامت محمد فخر کنه خیزه خدا خواهد از امت زیاد بدنش. روز قیامت 120 صف همه از آدم تا خاتم میشد است، همین 80 صفش امتای محمدی صلی الله علیه و سلم. الحمدلله محمد روز قیامت شما را میشناسد. نگو که محمد نمیشناسم. صحابه سوال کردند یا محمد در محشرگاه از آدم تا خاتم 124,000 زیاده پیغمبر گذشتگی عزیزانی من، همه همین چیانی خودش قوم دارد، از کجا میشناسی؟ پیغمبر گفتن شما یک گل سیاه داره، یک اسب قشقه داره، از همین دور بینه میشناسش؟ گفتن آره. من گفتن امتان مثل همون قشقه میشود. از اثری گفتن طهارت ای دستاسو ای رواشو ای پاچکاشو نور میبراید. من از همین نور میدانم که وای امتای من است. الوضو علی الوضو النور علی النور. طهارت بالای طهارت، نور بالای نور. اخلاقات به طهارت نگرد مردی مسلمان، نگرد به طهارت، هرگز نگرد. مبعد عجل دومده اونه طهارت داشتشی شهید میشه. من نام علی وضوء کان فراشه له مسجدا و نومه صلاتا و نفسه تسبیحا. اگر آدم طهارت کنه بالای کورپش برای شو، خدا خواهد انشاءالله همون کورپش مسجد میشه است. بینید خواب شب جای نماز الله قبول میکنه است، نماز نفل. هر تسبیح که میگیرد بجای سبحان الله الحمدلله الله اکبر در نامه اعمالت کتابت میکنه است. انا ثواب گفته گشتی. الحمدلله کسی که طهارت باشد میگد من مات علی وضوء مات شهیدن. کسی که اگر طهارت داشته شد مرد شهید میمرد. الحمدلله. همین شما هرگز به طهارت نگرد. خدا خواهد چی 2 منوت طهارت میکنی انشاءالله. خدا خواهد طهارت نکنم دشوار باشه که بعدم که نماز پیشنه پشته بستی. همین طهارت کردی اعضاء در عبادت. الحمدلله به عدد شکر. همه اعضاء در عبادت، رای گشتگی عبادت، قدمی موندگی عبادت. عبادت شما یک نماز نفهمین. عبادت همه کاری خوب میکنی عبادت است، خیر میکنی عبادت است، یک کس صدقات میکنی عبادت است، یک کس نصیحت میکنی، یک کس ایره بد میگردونی، همه این عبادت است. همه این عبادت مقصد ثواب است. الحمدلله ثواب میگیره عزیزانی من. همین هوا هم خونه کس وقت